سلام علیکم. جور هستی جور؟ اقبال خان چی حال داری جان؟ جور است؟ صحتت خوب است؟ بچم شناختی نشناختی؟ من دل آقا هستم. دل آقا کتی رفیق قماندان غلام در خندوز. سال ما فکرم که از 93 بود آمده بودی طرف خندوز آمده بودی، مهاجر شده بودی. باز آستا دیگه قماندان غلام دیگه خوشش آمدی و کت زن علاقمندی نداشت و خوشش آمدی. به فکر همین 14-15 ساله بودی اون وقت لخروی بودی، خوشش آمدی. خیلی وقت کتید بود بخیر تو زنش واری بودی دیگه. قماندان غلام یکم قصه میکرد، میگفت که ما باور میکنیم میگه که 4 تا زن دیگه بگیرم مزه که ما از اقبال دیدیم از زیر نخواد دیگه دیده باشم در لباتت. خیلی که قماندان غلام والا کارا کردی و باز یک چند وقت بودی قریب خیلی وقت 3 سال. چقدر رسوایی شد، چقدر گپا شد، پدر بیچاره چقدر عذاب کشید. آخر بچهش پدرش خرید از پیش قماندان غلام تا بیخ میگفتن او را. او عادتش بود که لواتت میگفت تا که این بیخ نزنه میگفت که کیف نمیکنم لذت نمیبرم دیگه. باز چی کرد؟ باز خریدش. به فکرم که از پیش قماندان غلام باز خیستی رفتی طرف ایراد. چند وقت هم ایراد بودی، باز از ایراد بر آمدی رفتی طرف پشاور پاکستان. بازوجه که بچهش بخی مرضی شده بودی دیگه. در مدرسه کی را پیدا کردی؟ دیدی که دیگه بیادر خان اونجا نیست، یگان تا وطندارای افغان نیست. باز یک تا عرب پیدا کردی به نام کیست؟ به نام ابو مسنا او را پیدا کردی. آستا فهمیدی که او هم در اون مرضای طرف خامه میره. او آدم لواتت کار است، کارش وارو بازی است، وارو میزنه از عقب میزنه دیگه. کتمو جور آمدی و یاد کیم بخیر یاد از قماندان غلام یگام قصه میکرد. و فکرم کیم کیزم ابو مسنا ما میره قمی بوده دیگه. خیلی وقت دیگه خانهش برو ویجا بیاید حیات آباد بود. چقدر پیسه داد؟ $1000، $2000، $500. والا نوش جان بخدا، نوش جانت. لیکن من که فکر میکنم امیالیم تگ و دو دارم قماندان غلام که پیدا کن. پیرام اگه هست میگه پیرام هست میگه یادم نمیره. 40 تا زن بگیرم یادم میره میگه اقبال یادم نمیره. اون لباتتایی که من کت اقبال کرده بودم تابع خیلی دیگه میگه یادم نمیره دیگه. با خیلی وقت بودی تا سالای به فکرم که سالای چند بود، چی وقت بود دیگه. ولی که حالی هم یاد میکنه همون کیس چقدر تو چقدر یاد کنی ها. آخواده میگه مرضی شد دیگه یاد میکنه. ابو مسنا را چقدر یاد کنی دیگه. راستی میرفتی یگون وقت طرف چی هم میرفتی؟ وقت طرف ولایت خوست افغانستان هم میرفتی. خطی ابو مسنا میرفتی و میومدی کم کم دیگه. خب ساعت تیر بود حیات آباد پاکستان بودی، از مدرسه میومدی حیات آباد. مقصد نامد دل آغاز حال یادت باشد 14-15 ساله بودی. من اندیوال قماندان غلام هستم. جای ما از خاناباد است. مرا زیاد دیده. ما یگان چیز میگفتم با قماندان غلام میگفت که زنم از چیز نگو. او بعد زنت نیست میگفت از زنم کده با ما پیش از میگفت تو کارهای کتازی کردیم که یادم نمیره. خب هر جای باشی جور باشی آرام باشی.